سلام خدمت دوستان عزیز. در قسمت گذشته در مورد فرمول ایندایرکت با هم صحبت کردیم و اون چیزایی که در فرمول ایندایرکت وجود داره، نحوه رفرنس دهی رو در سلول اکسل بهتون گفتم که چطور میشه از یک سلول به شیت های دیگه رفرنس داد. همینطور که میبینید اسم شیت و از اون علامت تعجب و اسم سلول هدفمون رو مینویسیم تا مقدار مورد نظر در سلول هدف رو برگردونه. اما یک سوالی در انتهای ویدئوی قبلی پرسیدم، این بود که اگر که ما یک مجموعی از داده ها داشته باشیم که خواسته باشیم یک ستونی به اونها اضافه بکنیم، این دایره یک خطا میده. من اگه بخوام اینجا ستونی رو اضافه بکنم و برگردیم تو گزارش، میبینید که تمام اون سلول ها در گذشته وجود داشت، اعدادش جابجا شده و یک ستون به سمت چپ رفته در حقیقت. و اگه من بخوام این مشکل رو حل کنم، ازتون پرسیدم که چه راه حلی به نظرتون برسه. در ویدئوی قبلی بهتون آموزش دادیم که چطوری بریم با استفاده از این دایرکت کد پرسنلی رو داخل شیت هامون پیدا بکنیم و از شیت مورد نظر بگیم که برای مثال برو سلول S41 رو برای من برگردون. اما این S41 وقتی که اینسرت میزنیم، اینسرت برای ستون میزنیم، خب جابجا میشه دیگه. S41 چیز دیگه است بعد از اینسرت یک ردیف یا ستون یا هر چیز دیگه، بنابراین خطا میده. برای مثال من همین الان یه بار دیگه اینو امتحان بکنم. اینجا که یک ستون اضافه بکنیم، در گذشته S41 بودش کسر کار، اما الان شده مرخصی محاسبه شده. ببینید کسر کار عوض شده. من عددش رو در قبلا آوردم گذاشتم پایین که شما بتونید مقایسه بکنید و ببینید که تغییر کرده. پس این یک ایراد بزرگ در فرمولی که ما نوشته بودیم وجود داره. من برش گردونم، میبینید که هر دو تا یکی شد. حالا راه حلش اینه که ما از جستجوی عنوان هدر گزارشمون در شیت هامون استفاده بکنیم. چطوری ما بیایم یک عنوان هدر رو داخل یک شیتی که نمیدونیم کدوم هست و خودش داره جستجو میشه بریم پیدا بکنیم؟ ما از دو تا فرمول داخل همدیگه استفاده میکنیم. این دایرکت رو که برای استفاده و آدرس دهی به شیت ها استفاده کردیم، حالا جستجو داخل شیت آدرس دهی رو لازم داریم. بنابراین ما اومدیم از فرمول جدید XLOOKUP استفاده کردیم. ما در ورژن های گذشته فرمول های VLOOKUP، لوکاپ و موارد مشابه این رو داشتیم، اما در ورژن های جدید فرمول XLOOKUP اضافه شده که خیلی کاربردی و خیلی کار راه اندازه. ما در ابتدا در فرمول XLOOKUP که 3 تا آرگومان داره، آرگومان اولش از ما میخواد که چه چیزی رو میخوای جستجو کنی. در آرگومان دومش از ما میخواد که محدوده جستجو رو بهش معرفی کنیم و آرگومان سومش از ما میخواد که چه چیزی رو برگردونم در قبال این جستجو. چند تا آرگومان دیگه هم داره که ضروری نیستش. میگه اگر این رو پیدا نکردم چی برگردونم، با چه متدی برش گردونم و چه مدلی سرچ بکنم. موارد دیگه جز موارد دلبخواه، یعنی اجباری نیستش. پس ما 3 تا آرگومان داریم. آرگومان اول اون چیزی است که میخوایم جستجو کنیم. ما میگیم چه چیزی رو میخوایم جستجو کنیم در شیت که بعداً میخوایم جستجوش کنیم. عنوان کسر کار. عنوان کسر کار رو ما باید بریم و از شیت مورد نظرمون پیدا کنیم. در آرگومان بعدی میگه در چه محدوده‌ای میخوای جستجو کنی. اینجا هست که ما از فرمول قبلی این دایرکت استفاده میکنیم.
در جلسه گذشته نحوه استفاده از این دایرکت رو به شما گفتم. حالا ما میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم که عنوان مورد نظر رو برو داخل شیتی که اینجا ما داریم جستجو میکنیم کد پرسنلیشو برو پیدا بکن. در چه محدوده‌ای؟ در ردیف 9. ردیف 9 همون چیه اینجا؟ اگه دقت کنید ردیف 9 همون هدر تیبل مربوط به گزارش کارهامون هستش. و بعد از اون حالا که ما معرفی کردیم که عبارت کسر کار رو کجا بره جستجو کنه، حالا باید بهش معرفی کنیم در آرگومان سوم که در قبالش چه چیزی رو برگردونه. دوباره از فرمول این دایرکت استفاده میکنیم. این بار میگیم که بیا مجموع کسر کارهای اون تیبلی که پیدا کردی برای من رو به من برگردون که میشه 41. حالا من اگه برم توی شیت مورد نظر ردیف 41 میشه همون ردیف ساممون که وجود داشته. بنابراین اینجا به صورت اتوماتیک میره و کسر کار رو پیدا میکنه و گزارش میکنه. الان من اگر برگردم و اینجا دوباره اینزرت برای کالم بذارم، شما به توی شیت گزارش میبینید که کسر کار رو رفت پیدا کرد، هرچند که اینسرت ستون زدیم، اما اینجا در ردیف قبلیمون که با استفاده از فقط این دایرکت و ایکس لوکاپ استفاده نکرده بودیم همه فرمول هامون به هم ریخت. با توجه به این که این ستون مورد نظر اضافه شده اما هیچ تغییری در گزارشمون ایجاد نشد. خب این بود از نحوه اتوماتیک کردن این فرمول و استفاده از فرمول این دایرکت در فرمول ایکس لوکاپ. مرسی که توجه کردید.